اما به نسبت این سوال که آیا امام اعظم رحمت الله علیه خودشون مردم را دستور دادن که پیرو من بشین، که ما میگیم مذهب ما حنفیه، مشخصه که امام اعظم رحمت الله علیه هرگز چنین حرفی نزدن. امام را مردم تعیین میکنن، مردم بنابر صلاح دید خودشون اشخاصی را که اونا را صاحب علم میدانن، در قرآن و تجوید قرآن اونا را صاحب نظر میدانن و صاحب تقوا میدانن، پیشوا و امام را مردم انتخاب میکنن. همینطور که در مساجد ما برای امام مسجد ما، برای امام نماز ما، امام نماز را 198% مردم انتخاب میکنن، چرا که اونا را صاحب لیاقت در این مورد میدانن. همینطور در قرونهای گذشته الله متعال چنین اشخاصی را به منزله ظهور آورده، چون امام اعظم رحمت الله علیه و دیگر امامان مذاهب اربعه، انسان ها اون موقع این اشخاص را صاحب لیاقت و صاحب علم، صاحب فقاهت، صاحب تقوا دانستن، دنبال روی همون بزرگان شدن و بر همین مبنا شاگردان راستین را تربیت کردن، نسلا در نسل بر همین مبنا آمده و بر همین مبنا که آنها را در این مورد دارای لیاقت علمی و دیگر موارد میدانند، مردم پیرو آنها شدند. لذا این سوال اصلا یعنی سوال درستی نیست، چرا که هر وقت هر زمان را خود همین انسان ها هستند که پیشوایان خودشون را انتخاب میکنن. مثلا همین صدیق رضی الله عنه، فاروق رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه، کدوم یکی از اینا آمدن گفتن که شما بیایید ما را پیروی بکنید؟ مردم بنابر صلاح خودشون با صدیق رضی الله عنه، با فاروق رضی الله عنه و دیگر خلفا آمدن بیعت کردن، اونا پیشوای خودشون قرار دادن. همینطور امام اعظم رحمت الله و دیگر امامان هم در همین مبنا و بر همین مبنا و از همین نظر و دیدگاه چطور شدن به امامت در امت اسلام منصوب شدن. الله تعالی به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.